خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه، یه مینی پادکست با سارا. امروز میخوایم راجع به داشتن دوستای دختر حرف بزنیم، ولی قبل از اینکه راجع به اون حرف بزنیم بیایم بهتون آپدیت بدم از این چند وقت سارا، چون این پادکستیه که یه هفته میذارم، یه هفته بعدش دوباره نمیذارم، میدونم، ولی خب ببین این چند وقتم آف برداشته بودم و اصلا کلا رفته بودم از همه جا. واسه کسایی که چنل اصلی منو فالو نمیکنن، این چند وقته من خیلی دوران سختی رو داشتم و کلا از یه دوران دیپرشن خیلی بد رد شدیم. اوکی، منتال بریک داون داشتم، حالم بد شد، توی چاله گنده افتادم، ولی الان از توش اومدیم بیرون. اوکی خوب تموم میشه، داستان خوب تموم میشه. توی این مدتم تصمیم گرفتم که کلا از دانشگاه بیام بیرون، به خاطر اینکه ببین حالت که بده همینجوری کارهای عادی زندگی رو نمیتونی انجام بدی. اوکی، کلا از تخت بیدار شدن اومدم بیرون سخته، مسواک زدن سخته، همه چی رو سخت میکنه و فکر کن یکم مجبورت کنه بری دانشگاه. حالا اصلا بگیم کلاس هم نرفتی، پروژه ها چی؟ پروژه ها رو چجوری میخوای کار کنی روش؟ یعنی واقعا به یه جایی رسیدم که میدونی من آدمی ام که مثلا میدونی هدفهای خیلی خاصی دارم، همه چیم روتین خاصی داره و دوست دارم یه چیزی رو توی تایم خاصی تموم کنم، اون چیزی که هدفی که واسه خودم تو ذهن خودم گذاشتم، و وقتی از اون دور میشم اینجوری هم که نه باید همونجوری پیش بره. و میدونی هممون میدونیم زندگی نمیتونی کنترلش کنی و یه اتفاقاتی میفته که باعث میشه که از اون راهمون دور بشیم یا مثلا راهمون کلا عوض شه و این اتفاق واسه من افتاد و به جایی رسیدم که واقعا تراپیستم اینجوری بود که هی سارا اگه اینجوری ادامه بدی، اینو به من کی گفت؟ اینو آخر ترم پاییز بهم گفت اگه اینجوری ادامه بدی رمی برو خونت. بهم گفتش که اگه اینجوری ادامه بدی برن اوت میشی. گفتم نه من برن اوت نمیشم، سارا خواسته. خلاصه که آقا ما این برن اوت رو داشتیم و برن اوت چیزی نیست که مثلا تو 2 هفته ازش بیای بیرون، ولی حالم خیلی بهتره. حالم بهتره به خاطر اینکه خب دانشگاه ندارم، سر کار میرم و میدونی خب وقتم آزادتره، وقت دارم که به زندگی خودم فکر کنم، یه ذره رو خودم کار کنم از این داستانا. و اینکه یهو بعد از 3 هفته افسردگی که هیچ وقت واسه من انقدر سریع پیش نمیاد که یهو منیک بشم. حالا مینیام خیلی آرومه، یعنی ملوه، ولی منیک یعنی همین که حالم خیلی خوبه، همه چی عالیه. اصلا اینجوری بودم که چند روز پیش رفتم پیش تراپیستم، I was like I'm back، حالم عالیه. و اینجوری بود که I was like yeah، میدونم این یه چیزی نیست که حالا میمونه و شاید دوباره افسردگیم برگرده، به خاطر اینکه انقدر سری نمیتونی سویچ کنی، انقدر سری زندگی عالی نمیشه با یه روز. ولی دارم سعی میکنم از این تایم استفاده کنم، رو خودم کار کنم، زیادی استرس نگیرم و زیادی هم به این فکر نکنم که الان حالم خوبه به خاطر منیک بودنم، یا حالم خوبه به خاطر اینکه رو خودم کار کردم، یا حالم بده به خاطر اینکه الان افسرده‌ام، یا اینکه حالم بده به خاطر اینکه شرایط سخته. میدونی همش تو ذهن من این چیزا هی میچرخه و خب مشکلات بایپولار بودن خدا رو شکر همه چی داره خوب پیش میره. از هفته دیگه یه ذره استرس دارم، از هفته دیگه 75 روز سخت رو میخوام شروع کنم که میشه که هر روز میبینمتون دوباره و هیجان زدم. ببین خیلی هیجان زدم که یکی این که خب میتونم برگردم به یه هدف خاصی. وقتی یه هدف خاصی داری خیلی بهتر میتونی پیش ببری، باعث میشه که ویدیو بیشتر بذارم که واقعا دلم تنگ شده ویدیوی بیشتری درست کنم. و اینکه واسه 7 ماراتون که دارم آماده میشم این کمک میکنه که نشونتون بدم مثلا راهم چیه و اینکه میدونی همه چی از نظر فیزیکلی داری روی هم فیزیکلی کار میکنی، هم داری روی ذهنت کار میکنی و کلا خوبه. اوکی، ولی سخته. نکن بچه. آی. و به خودم میخوام اینجوری هم که آقا درد گرفت، گفتم که آقا مثلا میخوام این کارو بکنم، این الان فشار زیادی بهم نمیاره، چرا و نمیخوام به تراپیستم بگم که میخوام این کارو کنم، چون بهم میگه نکن. میدونم فشار زیادیه، نمیخوام دوباره حالم بد شه، ولی قشنگ تایم خیلی مناسبیه. بذار بهتون بگم چرا. چون که الان خب یه تایم خالی دارم 2.5 ماه، بعد از اون 2.5 ماه میشه چی؟ هوا خوب میشه، تابستون طور میشه و وقت مسافرته. اوکی، و این باعث میشه که این چند وقت تمرکزم بذارم روی هدف خاصی که میدونیم کار روی دویدن کار کنم، دوی زیاد
مسابقه‌مو بدم، 75 روز سخت و یه چند وقت بعدش تموم میشه و بعد از اون میخوام دیگه شروع کنم مسافرت رفتن و چرخیدن، به خاطر اینکه تابستونه و اینکه کلاس ندارم، کار ندارم و تصمیم گرفتم که یه ذره زندگی کنم جدا از درس و از این داستانا. خلاصه که هیجان زدم ولی یه استرس هم دارم، ببینیم چی میشه. اوکی، دلیلی که میخواستم این ویدیو رو بگیرم به خاطر اینه که همونجوری که میدونین، ببخشید، همونجوری که میدونین سارا الان سینگله. یه چند وقته 2 ماه تقریبا که سینگلم و وقتایی که تنهایی و تو رابطه نیستی باعث میشه که خیلی فکر کنی به دوستایی که داری، میدونی بیشتر با دوستات میری بیرون، به خاطر اینکه وقت خیلی زیادی و وقتی تو رابطه ای با یه نفر دیگه میگذرونی و دوستا اونجان ولی خیلی کم رنگ تر میشن و این خیلی چیز طبیعیه که تو رابطه پیش میاد، میدونی، مخصوصا اولاش ولی حتی بعدش هم، مثلا میدونی بعد از اینکه اون هانیمون فیز تموم شه، بازم من میگم که وقتی که تو رابطه ای دوستات کم رنگ ترن تا وقتی که تو رابطه نیستی. میدونی مسلما هر کی 24 ساعت وقت داره، نمیتونی تمام زمانتو با آدمای متفاوت بگذرونی و توی رابطه خوبم باشی. واسه همین آدم درک میکنه، من این کارو خیلی زیاد میکنم، وقتی که اون رابطه تموم میشه اینجوری که برمیگردی به دوستات که Hey guys من برگشتم، خیلی باعث شد که فکر کنم که چقدر دوستا اهمیت دارن. میدونی من همیشه اینجوری بودم که یه دوستا خوبن ولی رابطه، کسی که تو رابطه باش از همه مهمتره و خانواده. در حال حاضر من خانوادم اینجا نیستم، من تنها زندگی میکنم و بعد از این که مثلا توی از سن مثلا من میگم 20 سالگی اینا همینجوری از خانوادت خب جداتر میشی. حتی اگه توی یه دونه کشورم زندگی کنی از خانوادت دور میشی، به خاطر اینکه خب دنبال راه خودتی و داری بزرگ میشی و کلا رابطه‌ای که بینتونه عوض میشه مدلش. اینو بگیم یه شکلش عوض شده خانواده و اینجوری که اوکی من همه وقتمو میذارم واسه یک نفر به خاطر اینکه این عشق زندگی منه، ولی اون عشق زندگیت شاید دیگه پیشت نباشه. حتی اگه ازدواج هم کنین there's divorce babe, there's divorce. so مهم نیست، اصلا واسه مهم نیست که 20 ساله با هم دوستین. I don't care. دوستاتو از دست نده، به خاطر اینکه این اشتباهو خیلی ها میکنن ولی حد داره. okay. چقدر دوستاتو میذاری اون برتر، چقدر رابطت واسه مهمتر از دوستاته. و توی این کانورسیشن چیزی که میخوام راجبش حرف بزنم دوستای دختر داشتنه، چون من آدمی بودم که وقتی که داشتم بزرگ میشدم oh my god I was like a guy's girl، اینجوری که من با دخترها حال نمی کنم به خاطر اینکه به من نمیخورن، دخترها خیلی دراما زیاد دارن. تمام دوستای من توی تینیجری طور پسر بودن. بذار بهت بگم این اصلا فکر خوبی نیست که تمام دوستات پسر باشن. وقتی که خب ایران بودم مدت خیلی زیادی، مثلا تو مدرسه مخصوصا اولین دوستایی که باشون آشنا میشین همه دخترن، ولی اون دوستا رو انتخاب نمی‌کنی. با اون دوستا میدونی توی کلاس میافتی، توی مدرسه این یه جورایی خب میدونی بین اون همه آدم توی مدرسه تو انتخاب می‌کنی که با این آدما وقتتو بیشتر بگذرونی، ولی یه جورایی میشه گفتش که مجبوری اون آدما رو انتخاب کنی. از بین اون مثلا 600 تا آدم یه 6 تاشون دوست تو هن. من هیچ وقت تجربه خیلی خوبی از دوست داشتن نداشتم توی ایران، واسه همه اینجوری بدم که I'm done. okay. من اصلا شاید از اینه که من با دختر خیلی وقت میذارم okay. واسه دوستا شاید اگه برم سمت پسر و اونا با اونا دوست شم، به خاطر اینکه میدونی بیشتر دخترها تو فکر این بودن که با پسر آشناشن، میکاپ خیلی دوست داشتن. من اینجوری نبودم، چون این چند تا چیزو داشتم که متفاوت بودم از آدمای دور و برم. اینجوری بودم که oh my god I'm just I can't نمیتونم با این چیزا. بعدش هم خیلی خاله زنکی دیدی تو اون سن خیلی زیاده، مخصوصا تینیجرها like they talk shit a lot okay all the time و من نمیتونستم خودم رو تو اون گروه جا بدم.
الان که بهش نگاه میکنم فکر میکنم به خاطر این بود که یه ذره میترسیدم چون متفاوت بودم. یه ذره میترسیدم چون که دقیقاً اون چیزی که اونا دوست داشتن من دوست نداشتم. احساس میکردم که خیلی چیزی بینمون نیست که مشترک باشه و یه ذره اذیتم میکرد. از همین بیشتر یه ذره اعتماد به نفسم کم بود. اینجوری بودم که ارزش خودم پایین میدیدم. اینو به خودم نمیگفتم، حتی به خودم هم نمیگفتم. ارزش خودم پایین میدیدم و میگفتم که چرا یک آدم بخواد این همه وقت با من بگذرونه. و پسرا تو اون سن خیلی بهت توجه میکنن و دخترها اونجوری توجه بهت نمیکنن. In my stupid mind I was like oh my god میتونیم با هم دوست باشیم و دوستای صمیمی بشیم. And yeah that did not happen به خاطر اینکه من همیشه ویوم اینه که دختر و پسر میتونن دوست باشن. این حرفی که دختر و پسر نمیتونن دوست باشن همیشه یک نفر یکی رو دوست داره وجود نداره. بستگی داره که رابطتون تا چه حدیه. من وقتی که هیچ دوست دختری نداشتم دنبال این بودم که اون فرندشیپی که نداشتم، اون دوستایی که نداشتم و توی پسرا پیدا کنم و با خیلی صمیمی باشی. دنبال دوست نزدیک بودم و وقتی اونقدر نزدیک میشی به پسر، حالا یکی دو تا سه تا چهار تا، حالا هر چی، there's gonna be something going on. یه چیزی بینتون هست، okay؟ ولی وقتی که مثلا یه ذره فاصله بیشتره، یه sure اون رابطه مثلا فرندشیپه. واسه یه مدت من خیلی دوستای صمیمی داشتم پسر که هیچ کدومشون خوب تمام نشد. میتونم بگم همشون یا من بودم که احساسات پیدا کردم به اون آدم یا اون پسره بوده که احساسات پیدا کرده به من و رابطه رو خراب کرده. Yeah, it sucks so much وقتی که رابطه دو طرفه نیست و مثل هم فکر نمی کنین و از اون رابطه یه چیز متفاوت از هم میخواین. یه چیز دیگه ای هم که تو اون زمان خیلی فکر میکردم این بود که مثلا میگم من تمام دوستام به خاطر اینکه از اینکه رابطه ها خیلی ضعیف باشه بدم میومد، اینجوری بودم که اگه دوستای من بهترین دوستم نیستن اصلا نمیخوام سمتم باشن. اوکی؟ من فقط دوست دارم که دوستای صمیمی داشته باشم و اگه صمیمی نیستیم اصلا این رابطه به درد من نمیخوره و این رابطه های معمولی رو قطع کردم کلا. من یعنی کات کردن تو آدما حرفه‌ای. سارا کات تموم شد، این آدما رو بذار کنار، شروع جدید. اینجوری بودم. الان که واقعا میتونم بگم 1 ساله که اینو رعایت میکنم و واقعا به این رسیدم که هر آدمی توی زندگیت به یه دلیل خاصیه و از یک نظرایی، از یک بودهایی توی زندگیت بهت میخوره ولی از یه بودهای دیگه بهت نمیخوره. من با آدمی که میرم کلاب اینجا باهاش نمیشینم درس بخونم و به خاطر این نیست که دوستای خوبی نیستیم، به خاطر اینه که میدونم اون آدم کارایی رو دوست داره انجام بده که منم باهاش لذت میبرم و میدونم الان ببرمش کتاب خونه و بگم بیا بریم درس بخونیم، هر دومون ضد حال میخوریم به خاطر اینکه وایبش به هم نمیخوره. میدونم من با بعضی از دوستام اینجا میرم کافه، با بعضی از دیگه از دوستام مثلا خیلی عجیبه که بخوایم بریم کافه بشینیم اونجا. یه دوستایی هستن که هر چند وقت یه بار میبینیشون ولی واقعا اون چند وقت یه باری که میبینیشون خیلی حس خوبی بهت میدن. و یه دوستای صمیمی داری که تایم خیلی طولانی میشناسیشون، همه چیز زندگیتو میدونن و هر چی بشه میدونی که میتونی رو اونا حساب کنی. اینو توی تراپی خیلی مرور کردم که من واقعا ناراحت بودم از اینکه همه دوستای زندگیم نزدیک نیستن بهم. به این رسیدم که هر کسی هم احتیاجی نیست که انقدر نزدیک باشه بهت و اینکه وقتی هی بزرگتر میشی میبینی که دوست داری آدما رو نگه داری حتی اگه اونقدر بهت نزدیک نیستن و این اصلا به معنای نیست که آدمای مزخرف زندگیتو نگه داری یا no we don't do that. ولی باید بدونی که هر کسی جاش کجاست. این باعث میشه که اینقدر انتظار خاصی از بقیه نداشته باشی. میدونی این که هر چی شد همه پیشت باشن. Just some of your friends. فقط چند تا از آدمای خیلی نزدیک زندگیتن که هر چی بشه اونجان و کمکت میکنن. And that's okay. یه پیشنهادی که همیشه دارم به بقیه میدم اینه که واقعا اگه میخوای مثلا رابطه خیلی نزدیکی با یه آدم داشته باشی، مثلا میگم تو گروه 3-4 نفره این بعضی وقتا یک نفره اونا رو ببین و اینجوری به هم خیلی نزدیک تر میشین. من خودم عاشق دیت های یک نفر با یک نفر دیگه است. Like one on one dates, you know؟ مثلا با یکی از دوستات میری بیرون به خاطر اینکه خیلی به هم بیشتر میتونین نزدیک بشین، چون میتونین راجع به یه چیزای حرف بزنین که شاید توی گروه
نشینین دیسکاشن داشته باشین راجع به تراماهای زندگیتون یا اینکه میخوای تو زندگی چیکار کنی or something like that. اینجوری من احساس میکنم که هم میتونم اون شخص رو خیلی خوب بشناسم، همین که خیلی راحت تر میتونم راجع به حرفایی که میخوام بزنم حرف بزنم با یک نفر دیگه تا اینکه با 4 نفر دیگه شیر کنم. و بعضی موقع میدونی وایب نمیخوره، مثلا رفتین مهمونی یا یه جایی این که مثلا رفتین غذا بخورین، وایب نمیخوره که بخوای بحث و باز کنی و اینجوری دوستای خودتو بهتر میشناسی. And I love it. I love it so much. من دیتای 3 نفری هم خیلی دوست دارم یا دور همیای کوچیک، خیلی قشنگه، ولی بعضی موقع هم احتیاج داری که دوستاتو یکی یکی ببینی. حالا یکی از دلایلی که من خیلی تجربه بدی داشتم از دوستای دختر داشتن، دوست صمیمیم توی ایران بود که oh my god اصلا من هنوز بعد از این همه سال خودم دهنم وا میمونه واسه کارایی که کرد. میدونی تو اون سن همه تایمو با یک نفر من صرف میکردم وقتمو، مثلا این تو سن فکر کنم 11 سالگی تا مثلا 14 سالگی همچین چیزایی، نمیدونم دقیقاً ولی تو اون دوران بود، اوایل مثلا نوجوانی. ببین مامان من love her، مامان من هیچ وقت مثلا حرف دوستامو نمیزنه، هیچ وقت به من نمیگه چی کار کن چی کار نکن، اوکی؟ ولی یادمه که وقتی که این دوست صمیمی اون موقع اومد پیشم، اومد خونمون، به هم اینجوری بود که سارا مواظب باش. بعد مثلا تو اون سن مثلا جواب یعنی چی مثلا مواظب باش، مثلا دوست صمیمیمه my best friend. و من همیشه اینو یادم میمونه به خاطر اینجوری که مامانا همیشه میدونن که یک داستانی یه چیزی هست. این آدم بعد از یه مدت فهمیدم که خیلی حسوده به زندگی من و زندگی که دارم میکنم و من این آدم رو دوست صمیمی خودم میدیدم. مثلا یه کارایی میکرد، مثلا سابوتاژ میکرد، چه میدونم دوستیمو با بقیه سابوتاژ میکرد یه جورایی، مثلا میگفت این راجبت اینو گفته، بعد مثلا رابطمون خراب میشد، یا توی پسر دنبال پسرایی که مثلا من ازشون خوشم میومد این ازشون مثلا میرفت مثلا باهاشون دوست میشد یا حالا همچین چیزایی. and at some point یه اتفاق خیلی بد افتاد که در حد این بود که نمیخوام تو مسئلهش کامل برم توضیح بدم، ولی یه جورایی اینجوری بود که من جونم در خطر بود و این آدم قشنگ منو مثلا هول داد توی داستان، من شاید تو خطر باشم و مثلا جونم از دست بدم and that's okay. به هر کی این داستانو میگم اصلا باورشون نمیشه، اینجوریه که no there's no way، اصلا نمیشه همچین اتفاقی افتاده باشه. I'm like yeah جالبش چیه که بعد از اون هنوز باهاش دوست موندم. so نمیخوام راجع به خود قضیه حرف بزنم، ولی در حدی بود که اصلا اینجوری که سارا what؟ وقتی که همش تو رابطه های بد باشی نمیدونی که اون رابطه بده، فکر میکنی رابطه همینه. وقتی چیز بهتری از اون رابطه ندیده باشی از کجا باید بدونی که یه چیز بهتری اون بیرون هست؟ اوکی من فکرم همینه، دوستی همینه، همش همدیگر اذیت میکنین که یاد در میاد، ناراحتی. it was insane. ولی تو اون سن کم این اتفاق افتادن احساس میکنم خیلی منو ترسون از اینکه بخوام به یکی دیگه نزدیک شم. واسه مدت‌های طولانی بیشتر دوستان پسر بودن و بعد از اونم با هر دختری هم که مثلا دوست میشدم هیچ وقت به هم نزدیک نبودیم، هیچ وقت من دوست صمیمی نداشتم تا وقتی که من رسیدم به دبیرستان، که توی دبیرستان یه دوست خیلی خیلی خوب پیدا کردم. یعنی انقدر به این آدم نزدیک شدم توی مدت خیلی کوتاهی که باورم نمیشد، واقعا خوشحال بودم، یعنی احساس میکردم زندگیم کامل شده. اصلا فکرش نمیکردم که انقدر یک دوست خوب بتونه زندگیمو تغییر بده. و متاسفانه به خاطر اینکه خب اون موقع میدونی اینترنشنال بودیم، هر کسی میومد از کشورهای متفاوت بعد میرفت خونهشون واسه مثلا یه مدت کوتاه 1 سال میموندم، من میرفتم و اون آدم رفت و خیلی ناراحت بودم. میدونی بالاخره تونستم با یکی دوست صمیمی بشم و بعد دوباره شروع کنی از اول با دوستای جدید. و بعد از اون میدونی مثلا دوستای دیگه‌ای پیدا کردم، دوستای صمیمی پیدا کردم، ولی هیچ وقت مثلا اون کلیک نکردیم که مثلا بستیز اونجوری دوست باشیم و سخته، میدونی سخته، ولی نه باعث بشه که دیگه سعی نکنی دوستای جدید پیدا کنی. میدونی تو دوران احساس میکنم از 15 سالگی تا سن من تا الان هی دوستا میان و میرن. میدونی من زندگیمو عوض کردم، کشورمو عوض کردم،
چند بار از ایران رفتم انگلیس، بعد اومدم ایران، بعد دوباره اومدم کانادا. It's a lot. می‌بینی جا تو که عوض میکنی، دوستای جدید، آدمای جدید، سخته، ولی آدمای خوبی میان و هر آدمی تو زندگی من اومده، اینو باور دارم که اومدن واسه یه دلیلی اومدن تو زندگیت. حتی اون آدم بدا اومدن یه چیز بهت یاد بدن تو زندگی، نه به خاطر اینکه قسمت بوده یا بلا بلا بلا، نه، ولی واقعا میتونی ازشون یه چیزی یاد بگیری. الان به فکر این باش که مثلا همه دوستاتو نگاه کن، هر کدومشون چه بد چه خوب یه چیز قوی بهت دادن، یه درس قوی. شاید مهربونیشون بوده که دوباره مثلا باز شدی میتونستی با آدما حرف بزنی، شاید فقط خوشحالت کرد تو دوران سخت اونجا بوده، شاید یه آدم مزخرف بوده و اینجوری بود که واو تو باعث شدی که بدونم چه جور آدمی رو نمیخوام تو زندگیم دیگه راه بدم. و اونم مهمه. من اون آدم، اون دوست صمیمی بچگی، من اون آدم همیشه تو ذهنمه. من بعد از بریک اپ دوستای خیلی خوبی داشتم، باعث شدن که مثلا نگاه کنم، مثلا اینجوری بشم که مرسی که مثلا اینجا پیشمی. خیلی از دوستام همش اومدن بهم سر زدن، یعنی هر روز اومدن بهم سر زدن و حالم خیلی بهتر کرد. از اونورم اینجوری نگاه کردم، تراپیستم بهم گفتش که دوستاتو بذار توی یه دایره، اوکی؟ مثل درخت دیدی وسطشو ببری چند تا لایه است، همینجوری دایره است. دایره مثلا بیرونی داره، اون دوستایی هن که میدونی هر از چنگا میبینیشون. یه دایره داخلی داره، دوستایی که زیاد میبینیشون، مثلا هفته یه بار میبینیشون. بعد دوستای نزدیکتن و بعدش اون یه وسطش بهترین دوستته که اگه مثلا میگم آدم بکشه تو میری پیشش کمکش میکنی. Okay, that was a bad example. که مثال خیلی بدی بود ولی منظورم رو فهمیدین. مثلا همه جوره پشتشی، همه جوره دوستش داری، همه جوره زندگی تو میدی. و من اینجوری دیدم که من فکر نمیکنم هیچ دوستی اونجوری داشته باشم. Yes, من دوستای خیلی صمیمی دارم، یعنی دوستایی که واقعا واسم با ارزشن و واقعا دوستشون دارم و خیلی زیاد هم دیگر رو میبینیم، ساپورت میکنیم هم دیگر رو. ولی فکر نمیکنم کسی باشه که اینجوری باشه که من واسط همه چیمو میدم، همه زندگیمو میدم، به خاطر اینکه اون آدمو همیشه گذاشتم دوست پسرم. چه رابطه قبلیم، چه رابطه قبل از قبلیم، همشون کسی که واسم با ارزشه و اونجوری خودم رو نشون میدم و کاملا میتونم خودم باشم بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچی. کسی که تو رابطم باهاش که اشکال نداره، ولی به نظرم بغل اون رابطه باید یه دوستی داشته باشی که همونقدر دوستش داشته باشی. به خاطر اینکه رابطه ها مخصوصا مثلا ریلیشنشیپ احتمال خراب شدنش با اینکه نمیخوایم اینجوری فکر کنیم احتمالش زیاده. دوستی هم همینطور، دوستی هم میان و میرن، ولی احتمال اینکه دوستیت تموم نشه خیلی بیشتر از رابطه است. پس چرا دوتایشون رو هول ندیم اون وسط. and من الان مثلا تو این شرایطی هم که hey I'm looking for like a best friend, like a soulmate but like best friends. I'm actually excited. مثلا اینجوری هم که خیلی هیجان زدم که دنبال همچین چیزی هم، به خاطر اینکه وقتی که فکر نمی‌کنی که به همچین چیزی نیاز داری احساس نمی‌کنم که میاد تو زندگیت. ولی اینجوری هم که نه، میخوام حتی اگه تو آینده رفتم توی رابطه همیشه اون آدممو داشته باشم. You know like Meredith and Christina. Those are besties. رنت طولانی فرندشیپ هم تموم شد. دفعه دیگه که پادکست رو بگیرم فکر کنم 75 روز سخت رو شروع کردم. اگه میخوایم با من شروع کنین guys 1 مارچ. خیلی هیجان زدم. مرسی که تا اینجا با من بودین. تا پادکست بعدی، بای.